صبح روز پنجشنبه 30 جولای 2026 بود که توی فید اینستاگرام یا اخبار خیلی از مردم دنیا و از جمله شماهایی که دارید این ویدیو رو میبینید چیز عجیبی ظاهر شد. چند ده هزار آدم داشتن مثل آواره ها از این منطقه ساحلی رد میشدن و در نگاه اول فکر میکردی مردم یه شهر جنگ زده دارن فرار میکنن، اما همه این تصاویر مربوط به شهری به اسم سئوتا است. منطقه‌ای از کشور اسپانیا که توی قاره آفریقا قرار گرفته و هم مرز با مراکشه و اون کسایی هم که داشتن میدویدن همشون مراکشی بودن. در واقع این افرادی که داشتن توی خیابون‌های ساحلی و از روی دیوارا فرار می‌کردن، مهاجرایی بودن که می‌خواستن به طور غیرقانونی از مرز اسپانیا و مراکش خودشونو به اروپا برسونن. طبق آمارها و بررسی‌های انجام شده تعدادشون 50 تا 60 هزار نفر بوده و همشون هم جوان‌های مراکشی بودن که به دنبال یه زندگی بهتر و پول درآوردن می‌خواستن هر طور که شده به اسپانیا بیان. اما چیزی که این حادثه رو به تیتر یک اخبار و شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد، هجوم به یکباره این حجم از مهاجرای غیرقانونی بود که در عرض چند ساعت از مرز رد شدند. ورود غیرقانونی هزاران مهاجر و پناهنده به کشورهای اروپایی از خشکی و دریا توی سالهای اخیر یه چیز طبیعی محسوب می‌شده و هر از چندگاهی خبرش شنیده می‌شد. اما قطعاً ورود ناگهانی 60 هزار نفر که همشون هم مراکشی هستن توی چند ساعت اصلاً عادی نیست و ما توی این ویدیو می‌خوایم که این حادثه رو به طور کامل بررسی کنیم و از زوایای پنهانش خبردار بشیم. پس قبل از رفتن توی دل ماجرا این ویدیو رو لایک کنید و با یه ثانیه وقت گذاشتن فکتونومی رو سابسکرایب کنید، چون ساب نکردن 87% از دنبال کننده های چنل خیلی از حمله مهاجرای مراکش به اسپانیا وحشتناک‌تره. تو چند ماه اخیر اسم کشور اسپانیا توی اخبار خیلی زیاد شنیده میشد. جدا از قهرمان شدن توی جام جهانی 2026، توی دنیای سیاست هم اسپانیا با حمایت از فلسطین و ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل و سیاست‌های به شدت چپگرایانه حزب حاکمش به رهبری پدرو سانچز به یکی از بازیگران نسبتاً مهم دنیا توی این سالهای پرآشوب و بی‌ثبات تبدیل شده. یکی از مهمترین سیاست دولت‌های چپ غربی هم که همین داشتن مرزهای باز و اجازه دادن به پناهنده‌ها برای ورود به کشوره و دقیقاً همین موضوع حمله مراکشی‌ها به این کشور رو به سرتیتر اخبار برد، چون مثل این میمون که اسپانیا بالاخره با عواقب سیاست‌هاش روبرو شده و این کشور در حال فتح شدن توسط مهاجراست. همه این شرایطی که قبل از حادثه 30 جولای توی اسپانیا در جریان بود به کنار، سوال اصلی اینه که چرا یهویی 60 هزار نفر از مهاجرای غیرقانونی مراکش تصمیم گرفتن که این شکلی خودشونو به اسپانیا برسونن؟ برای جواب دادن به این سوال باید حادثه رو از چند جهت نگاه کرد. اول اینکه مرز مراکش و اسپانیا همیشه مسیر اصلی ورود پناهنده‌ها به اروپا بوده و دلیلش هم چیزی نیست جز نزدیکی. از سواحل شمالی مراکش تا اسپانیا 30-40 کیلومتر بیشتر فاصله نیست و برای خیلی از آفریقایی هایی که میخوان خودشونو به صورت غیر قانونی به اسپانیا و یا هر جای دیگه از اروپا برسونن، مسیر شمال مراکش گزینه اوله. همیشه باندهای قاچاق مهاجر و کمپ‌های پناهندگی توی این مناطق فعالیت میکنن و ورود غیرقانونی به اروپا به یه چیز عادی تبدیل شده. اما بازم اینکه یهویی 60 هزار نفر توی یه روز به مرز اسپانیا حمله کنن و از اون بدتر موفق به عبور هم بشن اتفاق عجیبیه. به خاطر عبور دائمی پناهنده‌ها و مهاجرای غیرقانونی، این قسمت از مرزهای اسپانیا با دیوارها و سیمخاردارهای بلند و هزاران نیروی حفاظت از مرز به شکل دائمی کنترل میشه. اما مثل اینکه از چند روز قبل اتفاقات عجیبی توی مرز در حال رخ دادن بود. نیروهای کمتری توی منطقه حضور داشتن و بازرسی و کنترل‌ها شدت و سختگیری قبل رو نداشت. البته این چیزا از زمان روی کار اومدن پدرو سانچز عادی بود و توی سالهای گذشته هم مهاجرا راحت‌تر از قبل از مرز رد می‌شدن. اما گفته میشه این شل شدن بی‌سابقه مرزها فرصت بسیار مناسبی برای باندهای قاچاق کل مراکش فراهم کرد و از چند روز قبل خبرش در سراسر مراکش پخش شد. وقتی هر جوانی که آرزوی رسیدن به اروپا رو داره این خبر رو بشنوه، فوراً خودشو به شهرهای مرزی مراکش میرسونه و طبق مشاهدات ساکنان این شهرها جمعیت جوونا توی شهر به شدت زیاد شده بود. اما همونطور که گفتیم مرزبانهای اسپانیا به خاطر کمتر کردن کنترل و سختگیری متوجه این قضیه نشده بودن. این از پیش‌زمینه‌های حمله 30 جولای. اما چه چیزی باعث شد که یه دفعه هر کس که توی مرزها منتظر بود به سمت اسپانیا فرار کنه؟
طبق گفته‌ها انگار که صبح روز 30 جولای مامورهای مرزبانی توی اطلاعیه خبر باز شدن مرز برای عبور خودروها و افراد مجوزدار رو اعلام کردند. اما قاچاقچی‌های منطقه به آدمایی که می‌خواستن از مرز رد بشن گفتن که عبور برای تمامی افراد مجازه و به یک باره چند ده هزار جوانی که چند روز منتظر همچین لحظه‌ای بودن از شهرهای مرزی خودشونو به مرز مراکش اسپانیا رسوندن. مامورهای اسپانیا که از قبل هم تعدادشون کم شده بود به سرعت کنترل شرایط رو از دست دادن و نتیجهش هم چیزی نبود جز این تصاویر. هزاران نفر در حال بالا رفتن از دیوار، شنا کردن توی ساحل، دویدن توی جاده و خراب کردن سطل زباله و ایستگاه‌های اتوبوس شهر سیتای اسپانیا. خبر این حادثه فقط توی چند ساعت کل رسانه‌های جهان و به خصوص شبکه‌های اجتماعی رو پر کرد و مردم با دیدنش میگفتن مسلمان‌ها دوباره بعد از 1400 سال به اروپا حمله کردند. دولت اسپانیا مجبور شد که برای کنترل اوضاع ارتش رو اعزام کنه و در سرتاسر جنوب کشور وضعیت بحرانی اعلام کرد. این بحران در نهایت با کمک ارتش و بقیه نیروهای نظامی تا شب به پایان رسید و همه مراکشی‌های وارد شده به اسپانیا به کشورشون برگشتن، اما تبعات 30 جولای برای اسپانیا به همینجا ختم نشد. هرچند که پدرو سانچز سعی کرد با تهاجم و نقض حاکمیت اسپانیا خوندن این اتفاق اوضاع رو جمع جور کنه، اما احزاب راستگرای اسپانیا به شدت به سانچز حمله و اونو به خیانت و بیکفایتی متهم کردند. ایتالیا و فنلاند خواستار اخراج اسپانیا از حوزه شنگن شدند، چون شهروندای کشورهای عضو شنگن میتونن آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به تمام کشورهای عضو این پیمان سفر کنند. از اونجایی که این مهاجرا در صورت گرفتن اقامت اسپانیا میتونستن خیلی راحت توی کل اروپا بچرخن، ایتالیا و فنلاند خواستن تا با اخراج اسپانیا از شنگن جلوی این اتفاق رو بگیرن. اورسولا فوندرلاین گفت که هیچ کس نباید بدون رعایت قوانین وارد اروپا بشه و چه طرفدارای گرفتن مهاجر و چه مخالفانش توی سراسر جهان این حادثه رو محکوم کردن. هرچند همه افرادی که به طور غیرقانونی وارد شده بودن به مراکش برگشتن، اما این وسط چند ده نفر از اونا به دلایلی مثل غرق شدن توی دریا و زیر دست و پا موندن جونشون رو از دست دادن. با وجود اینکه این حادثه توی یه روز تموم شد و قبلا هم در مقیاس کوچیک‌تر اتفاق افتاده بود، اما اثری که روی اروپا و مسئله مهاجرت گذاشت بخش اصلی داستانه. همونطور که میدونید اروپا و تمام کشورهای توسعه یافته به خاطر سالها نرخ باروری پایین جمعیت پیر رو به کاهش دارن که اصلا برای اقتصاد و آینده کشور خوب نیست. راه حل خیلی از این کشورها و به خصوص اروپا برای این بحران باز کردن مرزها و گرفتن میلیون‌ها پناهنده و مهاجر بوده تا با کمک اونا بتونن کمبود نیروی کار ناشی از کاهش جمعیت رو جبران کنن. اما این سیاست با وجود داشتن یه سری مزایا باعث مشکلاتی شده که به آرومی در حال آسیب زدن به اروپا است. افزایش جرم و جنایت، از بین رفتن فرهنگ کشور و فشار روی سیستم تامین اجتماعی چند تا از اونا هستن و این یه بحث جدی رو توی اروپا آغاز کرده. یه بخشی از مردم و سیاستمدارها که عموما محافظه‌کار و راستگرا هستن میگن که نباید انقدر مهاجر گرفت و با این کار کشورمون در آینده دست خارجی‌ها میفته. در طرف مقابل هم لیبرال‌ها و چپگراهایی وجود دارن که معتقدن باید به مردم کشورهای فقیرتر فرصت یه زندگی بهتر رو داد و پیری جمعیت رو با گرفتن مهاجر بیشتر حل کرد. این دو قطبی لیبرال و محافظه‌کاری توی چند سال اخیر به شدت پررنگ شده و در سرتاسر جهان در حال گسترشه، به ویژه در بین نسل جوان که بیشتر وقتشون رو توی اینترنت میگذرونن و هر کدوم از پلتفرم‌ها هم معمولاً تحت تصرف یکیشونه. تیک تاک دست چپگراها و لیبرال هاست و اینستاگرام هم دست راست ها. توییتر هم محل دعواشونه. میشه گفت مهمترین چیزی که این حادثه هجوم مهاجرای مراکشی به اسپانیا رو پررنگ کرد همین دو قطبی شدید شکل گرفته در دنیای سیاسته، چون صحنه‌های وایرال شده توی فضای مجازی دقیقاً همون دنیایی رو نشون میده که محافظه‌کارهای مخالف مرزهای باز دربارش هشدار میدن و میگن آینده اروپا این شکلیه و مثل این که الان آینده فرا رسیده. تازه اینکه هجوم مهاجرا توی مرزهای چپگراترین دولت حال حاضر در بین کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده هم به آتیش بحث و جدال‌ها سوخت میرسونه و یه سری تئوری‌های توطئه هم پررنگ شده. مثلا یه سری از چپگراها میگن آمریکا و اسرائیل این پروژه رو پیاده کردن تا از اسپانیا برای حمایت از ایران و فلسطین انتقام بگیرن. به هر حال حادثه اسپانیا توی سال 2026 نشون داد که بازگذاشتن مرزها و تصور اینکه همه مهاجرا با هر پیشینه‌ای از هر کشور میتونن به اقتصاد کمک کنن کاملا اشتباهه و اجازه دادن به دزدها و خلافکارها برای ورود به کشور فقط جرم و جنایت رو افزایش میده، نه تولید ناخالص داخلی رو.
بقیه کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه کم کم اینو فهمیده بودن و کنترل مرزهاشون رو بیشتر کردن، اما اسپانیا توی یه خواب خرگوشی بود و این سیلی تونست بیدارش کنه. انگار که تمام اقدامات اسپانیا توی این 1-2 سال اخیر توی دلشون عقده شده بود و با دیدن حمله مراکشی‌ها به این کشور احساس کردن که انتقامشون گرفته شده و همین صحنه‌های این حادثه رو به شدت توی فضای مجازی وایرال کرد. در آخر جدا از بحث و جدل‌های همیشگی جامعه قطبی شده امروز، شاید تنها نکته مثبت این اتفاق برای اسپانیا این باشه که بعد از این حواسش رو جمع‌تر کنه و بیشتر مراقب مرزاش باشه.